سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه پلیس فرانسه محمد اقبال صدرالدین را بازپرسی کرده است. خودش میگوید صحبت بود، نه بازپرسی و نه با پلیس. دعوت اپوزیسیون تاجیک برای شاکرجان اکیموف. حبس دو مهاجر تاجیک و ازبک با اتهام سوءقصد به جان وکیل دومای دولتی روسیه. ادامه جوانسازی رهبران حزب، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی نیز عوض شد. قضای سروزیر از حبس آزاد شد. مقیم مشروف میگوید قلاب نیو قرضدار بود. و اکنون تفصیلات خبرها. خبرگزاری رویترز روز 19 ایول سال 2024 خبر داد که مقامات فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک تابستانه که از 26 ایول تا 11 آگوست سال جاری در پایتخت این کشور در شهر پاریس دایر می شود با مقصد رفع خطر سازمان تروریستی داعش به خصوص شاخه در افغانستان مستقر شدهش با نام داعش خراسان، یک عده از مخالفین تاجیک در فرانسه پناه برده، از جمله ژورنالیست و رهبر انجمن آزاداندیشان تاجیک تیمور ورقی و مؤسس و مجری پایگاه خبری اپوزیسیونی اصلاح تیوی محمد اقبال صدرالدین را بازپرسی کردند. محمد اقبال صدرالدین میگوید این نه بازپرسی بلکه تنها صحبت بود و آن هم نه با پلیس یا دیگر مقامات مخصوص بلکه با نمایندگان پریفکتورای پاریس. بنا به گزارش رویترز، بازپرسی نمایندگان ارشد مخالفین تاجیک در فرانسه در پایان ماه مارس سال 2024 همگی چند روز بعد حمله خونین در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار مسکو صورت گرفت. در آن حمله که مسئولیتش را داعش به دوش گرفت، دست کم 145 کس کشته شده. با اتهام دست داشتن در آن بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اکثرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. حمله کراکوس و حمله نیز خونین روز 3 ژانویه سال 2024 در شهر کرمان ایران در سالگرد قتل فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جنرال قاسم سلیمانی نیز با دست تاجیک‌ها انجام داده شده. تندروان زاده تاجیکستان را تحت توجه ویژه مقامات امنیتی کشورهای مختلف از جمله روسیه و امریکا و اروپا قرار داد. ترکیه باشد عموماً رژیم بدون ویزا را برای شهروندان تاجیکستان از بین برد. تیمور ورقی که سال 2016 در فرانسه پناه برده است برای ترز گفت که در این همه سال او را بار اول به پلیس دعوت کردند. به گفته ورقی با او 2 افسر پلیس که یکیش به روسی حرف میزد صحبت کردند و درباره افراد تندرو در میان جمعیت خیلی خرد زادگان تاجیکستان در فرانسه پرسیدند. کی را میدونید؟ چند نفر را؟ از کجا آنها را میدونید؟ پرسیدند کارمندان پلیس. تیمور ورقی خبرنگار سابق بخش روسی BBC و منتقد سرسخت پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان با آنها گفته است که در فرانسه مگی چند تاجیک را میدوند که اساسا مهاجران و دیگر اندیشانند، ولی من یگان جهادی را نمیشناسم. اقرار کرده است ورقی به کارمندان پلیس فرانسه. محمد اقبال صدرالدین باز یک دیگر اندیش تاجیک نیز صحبتش با پلیس را تصدیق کرد و گفت آنها از من پرسیدند که در این باره چی میدانید، ولی من گفتم که خیلی میخوام کمکتان کنم ولی تاجیکان عقیده هایشان تند را نمیشناسم. اما روز 20 ایول در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد محمد اقبال صدرالدین گفت که رویترز خبر را با شکل نادرست نشر و پیشکش کرده است. او در این رابطه گفت ملاقات و گفتگو بود ولی نه در پلیس و نه با مقامات ویژه بلکه در پریفکتور پاریس و با نمایندگان نهادهای ملکی. آنها از من درباره حادثه کنار مسکو و چگونه با گروه‌های تروریستی جلب شدن تاجیک‌ها پرسیدند و من نظرم را گفتم. البته درباره پیروان احتمالی عقیده‌های افراطی در بین تاجیکان مقیم فرانسه هم پرسیدند. توجه آنها قابل فهم است چون که در پاریس المپیاد تابستانه دایر می شود و مقامات فرانسه تامین امنیت این مسابقات و به ویژه در پی پیشگیری از حمله‌های تروریستی در روزهای برگزاری بازی‌های المپیک را در محور توجه خود قرار دادند. ولی من به آنها گفتم که در بین تاجیک‌های فرانسه یگان نفری را که پیرو عقیده‌های تندروانه باشد نمی‌شناسم. بنا به اطلاع دریافتی بامداد، مقامات فرانسه به طور علاوه با تقریباً 10 تن از اعضای جمعیت تاجیکان مقیم این کشور اساساً با فعالان مخالفین درباره تاجیکانی که احتمالاً پیرو عقیده‌های افراطی باشند صحبت‌ها انجام دادند. کارشناس آمریکایی ادوارد لیمن و باز 2 کارشناس دیگر برای رویترز گفتند که
منبع تهدید به اروپا میتواند یک شماره کمی جنگجویان تاجیکستانی باشند که در وقتش در سوریه می جنگیدند و بعد شکست دوئش در خاور میانه در کشورهای گوناگون پهن و پریشان شدند. یک قسمش از طریق اوکراین به اروپا رو یافتند. در این زمان به گفته ادوارد لیمن در اروپا و اساساً در لهستان و آلمان هزاران پناهجوی سیاسی از تاجیکستان پناه بردند که آنها چندین سال قبل در پی در تاجیکستان سازمان‌های افراطی و تروریستی اعلان شدن دو حرکت اپوزیسیونی گروه 24 و حزب نهضت اسلامی مجبور به ترک وطن شده رو به اروپا آوردند. دادگاه شهر سمارا در جنوب روسیه روز 20 ایول سال 2024 دو جوان 19 ساله زاده تاجیکستان و ازبکستان نیکروز بایروف و مراد مسروروف و نورس 16 ساله ساکن سمارا ارتور باگیروف را با اتهام سوءقصد به جان وکیل دوم دولتی پالاتای پایانی پارلمان این کشور میخائیل ماتویف و راننده او به مدت 2 ماه یعنی تا 18 سپتامبر به حبس پیشگی گرفت. بنا به خبرها مراد مسروروف در دادگاه توسط ترجمان بیان داده گفته است که در شرکت ستروی کرامیکا زندگی و با پتنت در کارخانه بالتیکا کار میکند. مسروروف اتهام به ضدش اعلان شده را رد کرد و گفته است تنها میخواست که دو طرف جنجال را جدا و از زن و زنی پیشگیری کند. نیکروز بایروف گناهش را اعتراف کرده در پاسخ به سوال سودیا کارینا بیچکووا جواب داد که اظهار پشیمانی میکند و آماده است که عذر بپرسد. نیکروز بایروف سال 2005 زاده شهر کونیبودام در شمال تاجیکستان و لکه شهروند روسیه بوده است. عائله آنها در شهر تالیات ثبت نام شده است ولی در سمارا زندگی میکرد. مدویف قبلا ادعا کرده بود که محض بایروف سرکرده دسته بین المللی است که سببگار مناقشه با ساکنان محلی شد. وکیل دوم همچنین ادعا داشت که گویا بایروف قبلا 3 مرتبه صلح شده است ولی طور در دادگاه معلوم شد به ضد نیکروز بایروف قبلا 3 دفعه پرونده گشودند، 2 مرتبه با گمان دزدی و 1 مرتبه با گمان غارتگری، ولی هر دو پرونده دزدی بر اساس بندهای یکم و دوم ماده 158 در تیر ماه سال 2022 و پرونده غارتگری بند یکم ماده 161 کودکس جنایتی روسیه در ماه دکامبر سال 2023 قطع کرده شدند. مدویف در تلگرام کانالش خبر داد که این 3 پرونده گویا در اساس مسئولیت طرفها قطع کرده شدند. در پی حمله به وکیل دوم دولتی سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که بدبینیش نسبت به مهاجران را هیچگاه پنهان نمی‌کند امر داد تا در کدام اساس قطع شدن 3 پرونده قبلی این جوان زاده تاجیکستان را از نو تفتیش کنند. باستریکین همچنین پایفشاری کرد تا پرونده در رابطه به حمله به وکیل دوم نه با ماده 213 اف باشه بلکه با ماده هایسی قسم 3 ماده 105 قسم 2 سوءقصد به کشتار خادم دولتی از جانب گروه شخصان در زمینه اف باشه جمع و بست کرده شود. بنا به فرضیه مدویف شام 18 ایول سال 2024 در نویه پرمیشلین شهر سمارا او و راننده‌اش وسیلی شاهد به ساکنان محلی حمله کردن یک گروه مهاجران شده از ماشین فرآمدند تا که مانع مناقشه شوند، ولی مهاجران خود آنها را زیر مشت و لغت گرفتند. در نتیجه استخوان سر کتف راننده شکسته سر خود مدویف را با سنگ یا با شیشه بوتیلکا زده کفاندند و هر دو را در بیمارستان بستری کردند. با گذشت اینک 1 هفته از بازداشت شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، مقامات تا هنوز بازداشت این حقوقشناس معروف و سیاستمدار مخالف را یگان نفس شرح ندادند و ابنامه رسمی ضد او اعلان نشده نیز تا کنون در یگان جا نشر نشده است. در همین حال سازمان‌های عمده مخالفین حکومت که در خارج و اساساً در اروپا عمل می‌کنند بازداشت شاکرجان حکیموف را باز یک علامت دیگر برجسته سرکوب دیگراندیشی سیاسی در تاجیکستان نامیده به شدت محکوم می‌کنند. از جمله پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در خود این کشور ممنوع نیروهای مخالف روز 19 ایول سال 2024 در یک اظهارات از مقامات رهایی دکتر علم‌های حقوق‌شناسی شاکرجان حکیموف را طلب کرد. پیمان ملی تاکید کرده است که بازداشت و صحنه سیاسی کشور دور کردن سیاستمداران صاحب‌اندیشه و مستقل مثل شاکرجان حکیموف برای آینده ملت و دولت تاجیکستان فلاکت بار خواهد بود. پیمان ملی به شرح فرضیه احتمالی به پرونده پر سر و صدای رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده ربط داشتن بازداشت حکیموف نیز پرداخته بازداشت یک سلسله سیاستمداران از جمله
سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان اکبرشاه اسکندرов، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی، رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده، معاون اول رئیس حزب دموکرات تاجیکستان احمدشاه کاملزاده و دیگران را نگرانی کننده نامیده است و گفته است اتهام تبادلات دولتی به ضد عثمانزاده ظاهراً یک بهانه است برای خالی کردن میدان سیاسی کشور و بیشتر زیر ترس و فشار قرار دادن ملت است. حرکت سیاسی نیز در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در اظهاراتش بازداشت شاکرجان حکیموف را دلیل نبودن دموکرات در تاجیکستان و یک پاره دیگر بازی‌های سیاسی رژیم رحمانوف برای خاموش کردن آواز مخالفین نامیده محکوم کرد. طور نخستین شده پایگاه خبری بامداد خبر داد که شاکرجان حکیموف، حقوقشناس معروف و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، هفته قبل بازداشت شده در سزا یا بازداشتگاه واقع در حدود محله 46 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نگاه داشته می شود. نزدیکانش درباره مشخصاً به چه عیبدار شدن او اظهار بی‌خبری می کنند. شاکرجان حکیموف به سبب در بازداشت قرار داشتنش روز 16 ایول در مراسم دفن مادرش همراخان حکیموف در زادگاهشان شهر کانبادام ولایت سوخت اشتراک کردن نتوانست. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مقیم اشورف، صاحبکار و قدای سروزیر تاجیکستان که به قلابی گمانبر شده بود از بازداشت رو گردید. او روز 19 ایول سال 2024 گفت که قلاب نه قرضدار بود و آن وام را پرداخت. اشورف 2 ماه در بازداشت بود و در میانه ماه ایول بعد پرداخت قرضش او را رو کردند. به گفته این صاحبکار بازداشت او به دعوای یک مزاجش ربط داشت. آخر ماه می از ریاست کارهای داخلی ولایت سوق گفته بودند که مقیم اشورف از یک ساکن شهر خوجند برای فروش مغازه چهاررشانه $320,000 گرفته، بعداً آن مغازه را باز به کس دیگر فروخته است، اما مبلغ اول را بازپس نداده است. حالا این داد و گرفت ها را حسابی کردند و بس پیش از آن که به دادگاه رسد حل شده است. مقیم اشورف میگوید برای او وقت لازم بود تا آن مبلغ را برگرداند. مقیم اشورف 65 ساله میگوید بیش از 30 سال باز به تجارت سیاحی مشغول است. از آن پیش به حیث آموزگار در مکتب‌ها کار میکرد و این نزدیک به 20 سال همچون مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک مشغول به چین بردن و آوردن تاجران عمده فروش و کشاندن بار آنها بوده است. همچنین برای سیاحان داخلی و خارجی روادید نیز آماده میکرده است. او میگوید باری هم با مشتریان سر مبلغ بحث‌های دادگاهی نداشته است. یک پسر مقیم اشورف به دختر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان اویله دار شده است. اشورف میگوید فعالیت کاری او و فرزندانش به خویش و تبار یا قدایش وابستگی ندارد. بازداشت و روای مقیم اشورف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر 2 ماه پیش مالکیت بعضی از پیوندان قاهی رسولزاده را در سوق دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های زیاد شد. محققان مرکز پژوهشگاه فساد و جنایت‌های سازمان یافته ماه می امسال در دایره طرح دبی سندهای را درباره مالکیت اقبال خان نوزیرو و همسر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان در دبی یافتند. بنا به این سندها خانم نوزیرو و صاحب 2 ویلا در دبی بوده است که ارزش آنها در عموم به $1,436,000 میرسد. در پی نشر این خبر با امضای کاتب سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهراً به سروزیر تعلق دارد نامه رسید که در آن گفته می شود جواباً به گزارش رادیوی آزادی از 16 می سال 2024 که از جمله در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد اطلاع می دهیم که معلومات این خبر درباره به همسر سروزیر تاجیکستان منسوب بودن ویلاها اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. اما در گزارش مرکز پژوهشگاه فساد و جنایت‌های سازمان یافته خانه‌هایی که به همسر نخست وزیر ربط داده می‌شوند با سراغشان در شهر دبی نشان داده شده است. در تحقیقات همچنین آمده است که فرنگیس عظیموف و دختر قاهی رسولزاده نیز در دبی اموال غیر منقول دارند. و سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در دبی یک ویلا گرفته است. ارزش این خانه فعلا حدود $5,400,000 برآورد می شود. روز 20 ایول سال 2024 در مجلسگاه دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه انجمن غیر نوبتی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان دایر شد. در این انجمن فعالیت این حزب طرفدار حکومت کنونی تاجیکستان در 5 سال اخیر نتیجه گیری شده
رهبر نو حزب انتخاب کرده شد. در انجمن اشورزاده غیوس‌الدین وکیل پارلمان تاجیکستان که 48 سال دارد رئیس نو حزب اصلاحات اقتصادی انتخاب شد. او در این مقام رستم رحمانزاده را که 64 سال دارد و از دکمبر سال 2019 رهبر حزب بود عوض کرد. رحمانزاده فعالیت حزبیش را در مقام معاون رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان ادامه خواهد داد. در حساباتش رحمانزاده گفت شماره اعضای حزب به 33,000 نفر نزدیک شده است. تفتیش این ادعا توسط منابع دیگر امر محال است. مشرف فیض‌الله رکتور دانشگاه اسلاویانی در مقام معاون رئیس حزب و سروناز مجیدووا و فیض‌الله رحمتزاده دیگر باره معاونان اول و معاونان رئیس این حزب انتخاب شدند. فیض‌الله رحمتزاده مسئولیت مسائل تشکیلی حزب را بر عهده خواهد داشت. سبب عوض شدن رهبر اول حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان روشن نیست، ولی وقتهای آخر در تاجیکستان روند جوانسازی رهبران اصحاب سیاسی ادامه دارد. ماه سال روان به جای وکیل 63 ساله پارلمان سید جعفر عثمانزاده، ژورنالیست 34 ساله ظاهر ابرار رهبر نو حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب شده بود. برخی ناظران چنین جوانسازی را به انتقال احتمالی قدرت از پرزیدنت کنونی امامعلی رحمان به پسر 36 سالش رستم امامعلی ربط می‌دهند و میگویند مقامات نمیخواهند که در انتخابات پیش از مولت پرزیدنتی در برابر رستم امامعلی از احزاب دیگر یگان رهبر صلح‌خورده پیش بری شود. در شهر اکاترینبورگ روسیه یک مردکار از تاجیکستان از خبط هفتم یک بنا به زمین افتاده به طور معجزه‌ای زنده مانده است. در این باره روز 20 یولی سال 2024 خبرگزاری محلی اورالسکی مریدیان خبر داد و این حادثه را باور نکردنی نامید. بنا به گزارش اورالسکی مریدیان، مردکار تاجیک روز 20 یول هنگام اجرای کارهای ساختمانی در یک بنا واقع در کوچه 22 پارتسیزد در ناحیه اورژانیکیدزه او را با جراحت‌های گوناگون وزنین به طور فوری در یک بیمارستان ناحیه اورژانیکیدزه بستری کردند. وضع سلامتی مردکار تاجیک خیلی وزنین ارزیابی می شود، ولی طبیبان توانستند او را از مرگ نجات داده وضع سلامتیش را نسبتاً به اعتدال بیارند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به روسیه می روند. ده‌ها هزار از این مهاجران تاجیک در ساختمان‌ها کار می‌کنند. هر سال در روسیه به دلایل گوناگون تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند و چند هزار دیگر آنها جراحت می‌بردارند. حادثه‌های ناخوش در جای کار جایز است. از سبب‌های عمده هلاکت و آسیب برداشتن مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.